این بهترین لحظه است. یکی از وقتی که یه نفر پرواز تنها رو انجام میده شاید دچار یه استرسی باشه، یه برای آرامشش یه رسمه که مثلا حالا آب روی اون میزن یا اونو توی استخر میندازنش اینا که اون هم جشنه و یا هم رسم رو به جا بیارن. ساعت پرواز دانشجو باید تنها پرواز کنه. خب این کاری که انجام میدن که وقتی که برمیگرده دیگه احساس غرور نکنه، چون واقعا آب روش میریزن که غرورش ریخته بشه